در بدری یک خواهر ما در یک کشور که مجبور شده حاضر به تن فروشی شود به یک پول ناچیز، اگر شو خو ما را پراند، او وقت میشه نام خود قهرمان بانیم. در غیر از او اگر مو دقیقه در فیسبوک او را دیدی پایینش آمدی که برنامه له و لهب از تو دهی خندید گرفت، سر انسانیتت شد. عزیز دل من از تو خواهش میست که کاش کل ما و شما درد پیدا کنیم و باور من بیست برای ساختن یک مملکت اینم قدر بس است. همین تعدادی که همینجاست اگر دفمن کار کنه، هر کس به اندازه یک لشکر کار کرده میتونه. ولی اگر تو هم بی تفاوت بگذری از این قضیه، از او کراچوانی که کل فکرش ایست که مثلا 500 افغانی را ترکاری خریدم، شامی را چطور تا شام خلاص کنه که از پیشش گندیده نشه، او غیر از او فکری نمیتونه و از او توقعی ساختن وطن هم نیست.